گویند گناهکاران ما در دنیا از نماز گزاران نبودیم. در دوامش و به درویشان و کمبغلان طعام نمی دادیم. در دوامش و آنان که سخنی باطل می گفتند هم آواز می شدیم. یعنی به آنهایی که سخنهایی بد می گفتند و اهل باطل بودند هم صدا می شدیم و روز قیامت را دروغ می شماریدیم تا مرگ ما فرا رسید و ما در همان گمراهی بودیم. الله نگه دارد است چنین تقدیر. الله نگه دارد است چنین تقدیر. یعنی که نماز گذاشتن، نماز خواندن به نهایت چیزی مهم برای مسلمانان بوده است. از این خاطر هر یک از ما و شما از همین لحظه، از همین حاضر که ما رو شنیدید آغاز کنید. با تأخیر نگذارید که من امروز نه پگاه نماز میخونم، من فردا نماز میخونم. نه، هر کسی که چنین میکند خودش را فریب میکند. از این خاطر هر لحظه مناسب که شما دارید ما داریم باید توبه کنیم و همین لحظه که توبه کردیم نماز را آغاز کنیم.